سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. گناه داره. yazıktır. گناه داره. مثال رو نگاه کن. Sen neden ona şapşal diyorsun? yazıktır. یالا گناه داره. سن به معنی تو، ندن یعنی به خاطر چی، برای چی. اونا به اون، اونا پسوند به هست. شاپشال به معنی احمق. دیورسون دمک به معنی گفتن. ایور پسوند زمان حال، سونم پسوند فاعلی برای شخص سن هستش. در ادامه گفته yazıktır. yazık به معنی یالا کسی که گناه داره. yazıktır یعنی گناه داره. sen neden ona şapşal diyorsun? yazıktır. تو چرا به اون احمق میگی؟ گناه داره. اصطلاح جدیدمون یاد بگیرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.